هر یک شهروند و هر یک عائله باید با درک مسئولیت وطنسازی و دولتسازی پیش از همه خانه و کاشانه و کوچه و محل زیست خود را تعمیر و ترمیم و تازه و آزاده نماید. این روند آبادانی و تازه‌کاری باید تمام قلمرو کشور را تا دوردستترین دهات آن فرا گیرد و به یک کار معمولی تبدیل یابد. یعنی هر یک فرد جامعه باید به افتخار این جشن مقدس برای پیشرفت دولت خود و آبادی وطن عزیز خویش کار نیکی را انجام داده، سازنده و بنیادکار و صاحب فرهنگ و تمدن باستانی بودن ملت تاجیک را نشان دهد.